دادگاه خوجند 3 نفر را به اتهام پیروی از رویه سلفیه و 3 نفر دیگر را برای خبر ندادن گناهکار دانست و به حبس محکوم کرد. با قرار دادگاه خوجند محیدین میرزایف، خیرالله اسماعیلوف و حسن جباروف به 5 سال زندان و نگهداری در محبس نظامش سخت و 3 رفیق آنها به 6 ماه در محبس دارای نظام عمومی محکوم شدند. دادگاه 3 اول را برای تشکیل فعالیت تشکیلاتی اکستریمیستی و دیگران را برای خبر به مقامات ندادن عیبدار اعلان کرد. این حکم دادگاه هنوز نیروی قانونی نگرفته است و محکوم شدگان حق داشتند بازبینی پرونده در زینه بالایی دادگاهی را طلب کنند. یک منبع نزدیک به بازبینی پرونده این افراد به شرط آشکار نکردن نامش گفت که به عقیده رویه سلفیه گراییدن 3 نفر محکوم شده به حبس به نام یکی از آنها محیدین میرزایف ربط میگیرد. او 37 ساله عائله دار، تنها معلومات میانه دارد و اوستای اتومبیل است. و گفته این منبع او را برادرش که در عربستان سعودی بود و باش دارد توسط برنامه اینترنتی واتساپ تخمیناً در سال 2011 عقیده های سلفی آموزانده است. سپس خود محیدین میرزایف نیز از سال 2012 به تبلیغ عقیده این رویه دینی ممنوع می‌پردازد و در مسجد، چایخانه و آشخانه ها و ورزشگاه های خوجند دیگران را برای قبول کردن عقیده سلفیه دعوت می‌کند. 2 همراه زندانی شدهش با دعوت او عقیده های سلفی را قبول کردند. 3 رفیق آنها که عقیده سلفیه را نپذیرفته ولی در مسجد به طرز سلفی ادا کردن نمازگزاری رفیقانشان را می‌دیدند، جزای سبکتری 6 ماهی حبس گرفتند. اختیار شادیف وکیل دفاع خیرالله اسماعیلوف گفت معلم اختصاص است و کار نمی‌کنند و موقتا بیکار همش کلاس هم شوند. دادگاه خوجند میگوید در ماه دکبر بیش از 10 ساکن به شمول عبدالملک سلاموف جراح معروف قلب را با جرم پیروی از رویه ممنوع سلفیه پس پنجره زندان فرستاد. دادگاه عالی تاجیکستان 8 ژانویه سال 2009 با حلنامه خود فعالیت پیروان رویه دینی سلفیه را غیر قانونی نامیده در قلمرو کشور ممنوع کرد.